فعالیت دارم که این 5 سال رو تو بیزنس های مختلفی در حوزه گردشگری، مالی و ای کامرس ها بودم که 2 سال اخیر تو بیزنس خانومی بودم و این خلاصه ای از حالا فعالیتایی که داشتمه. حالا جزئی‌تر در ادامه صحبت می‌کنم. موضوعی که میخوام امشب کلا در موردش صحبت کنم بحث تحلیل داده هاست توی دنیای ای کامرس. بحث تحلیل داده ها معمولا هر زمانی که حالا در موردش صحبت میشه، شاید اولین چیزی که تو ذهن آدما میاد ابزاریه که از اونها استفاده میکنم. به عنوان مثال ابزاری که برای ویژوال کردن دیتا استفاده میکنم، مثل پاور بی آی، مثل لوکر استودیو، مثل حالا هر ابزاری سوپر ست یا هر ابزار دیگه که برای ویژوال استفاده میکنن تو ذهنشون میاد. یه سری کارهایی مثل حالا کوئری نوشتن یا کار با اکسل، یا بیشتر آدما وقتی اسم تحلیل دیتا میاد یه جدولی از اعداد و ارقام میاد که حالا باید یه سری نمودار ازش درست کنن یا فعالیتی به این صورت داشته باشن. من خیلی تو این وبینار نمیخوام در مورد حالا اون ابزارها یا در مورد اینکه چه جوری میتونیم از اون ابزارها استفاده کنیم صحبت کنم، و در واقع میخوام به مسیری که ما برای تحلیل داده ها میخوایم طی کنیم و میخوایم از یک بررسی به یک اکشنی برسیم در مورد اون صحبت کنم. چون در واقع ما حالا چه در فضای ای کامرس چه تو مارکت های دیگه وقتی که با یه دیتای زیادی حالا روبرو میشیم، در نگاه اول نمیدونیم مثلا کجاشو بررسی کنیم. یعنی مثلا میگیم مثلا این عدد بالاست، این عدد پایینه، یا اصلا این جدول چی به ما میفهمونه، یا ما از این جدول باید به چی برسیم. و این مسیر خیلی اهمیت داره که ما کلا برای تحلیل کردن این دیتاها و تحلیل و رسیدن به یک نتیجه مشخص و از اون نتیجه به اکشن رسیدنه چه مسیری رو باید طی کنیم که این مسیر درست باشه و اون اکشنی هم که ما نسبت به اون دیتا داریم میگیریم درست باشه. خیلی ساده، خیلی پیچیده‌اش نکرد، یعنی خیلی پیچیده نیست این موضوع و 4 مرحله است. خیلی سوالای معمولی که ما خودمون شاید اصلا متوجهش نباشیم، ولی این سوالا رو معمولا با هر موضوعی که برمیخوریم این سوالا رو از خودمون میپرسیم. اولین سوالی که برامون پیش میاد بحث اینه که چه اتفاقی داره میفته. یعنی ما یه دیتایی، یه ویژوالی که داریم از داده ها میبینیم، یه جدولی از دیتا ها میبینیم، این که الان داره چه اتفاقی میفته، این دیتا به ما چه چیزی رو نمایش میده. که حالا این به این عنوان تحلیل و این عنوان بررسی رو بهش میگن تحلیل توصیفی یا همون دیسکریپتیو آنالیز، که ما اونجا متوجه میشیم که کلا حالا این اعداد و ارقام به عنوان مثلا ترافیک یک سایت الان عددش مثلا 30,000 یا عددش 100,000 و این چه اتفاقی افتادنه برای ما تحلیل توصیفی میشه. بعد از اینکه حالا ما متوجه این چه اتفاقی افتاد میشیم از طریق حالا اون ویژوالایی که در اختیار داریم، سوال دومی که از خودمون میپرسیم اینه که چرا این اتفاق افتاده، یا در واقع اصلا چرا این داده ها الان این اعداد هستن. که اینجا در واقع قسمتیه که ما میخوایم تشخیص بدیم از این دیتا ها، که حالا در ادامه من میگم که چه جوری میشه تشخیص داد و یه سری مثال هم در مورد ای کامرس دارم که این تشخیص دادنه به چه صورت خواهد بود. بعد از این تشخیص دادن سوال بعدی اینه که خب الگو و الگوریتمی که این دیتایی که من دارم چه الگو و الگوریتمی رو به من میفهمونه، یا دقیق تر بگم مثلا من یه دیتایی دارم از یه سری مشتریا که مثلا وقتی که به این مشتریا به عنوان مثال پیامک میزنم، شاید اینجوریه که یه پیامک خاص میزنم ریت فروششون افزایش پیدا میکنه یا بازگشت به خریدشون افزایش پیدا میکنه. پس من یه الگویی رو پیدا میکنم که میگم هر زمانی که من این کار رو انجام بدم این افزایش اتفاق میفته. این چیزیه که من پیش بینی میکنم، یا الگو و الگوریتمیه که از تو دل این سواله در میاد که من اصلا چه اتفاقی میفته با توجه به اون تشخیصی که دادم. و در مرحله آخر همون تحلیل تجویزی، یا این که اصلا من حالا با توجه به این 3 مرحله‌ای که پشت سر گذاشتم، یعنی دیتا رو دیدم، از این دیتا تشخیص دادم که تو چه اتفاقی افتاده و بر اساس اون اتفاقا یه الگو از توش در آوردم. حالا از این الگوه یه سری تحلیل رو میسازم که تجویز میکنه من چه کاری رو انجام بدم یا اکشن من رو مشخص میکنه. حالا این شاید یکم میگم
الان شاید پیچیده به نظر بیاد، من یه سری مثال اینجا میزنم که یکم شفافتر بشه. تحلیل توصیفی تو انواع مدل تحلیل که ما داریم، تحلیل توصیفی مثل چی میمونه؟ مثل داشبوردهای شاخصه عملکرد ما میمونه، یا اون داشبوردهایی که برای KPI هامون داریم. به عنوان مثال مثلا داشبوردی که داره ترافیک ما رو نشون میده، داشبوردی که داره فروش ما رو نشون میده، داشبوردی که داره هر کدوم از KPI های بیزینس و حالا اون سرویسی که ما داریم روش کار میکنیم رو نشون میده. یا مثلا گزارش درآمد ماهانه، این گزارشه و این داشبوردی که ازش داریم، این یه نوع تحلیل توصیفیه. تحلیل تشخیصی مثل بررسی افت درآمد یا اینکه کدوم فعالیت باعث افزایش فعالیت خرید میشه. یعنی من حالا بین اون دیتایی که دارم تو توصیفی میبینم و مشاهده میکنم، یه سری تشخیص دارم که این تشخیصا تحلیلاش مجموعه اینسایتی که از اون میگیرم و تحلیل میکنم میشه تحلیل تشخیصی من. تو پیش بینی ها مثل ارزیابی ریسکی که داریم انجام میدیم، مثل برنامه‌ریزی بودجه برای دوره‌های بعدی، مثل ارزیابی نرخ تبدیل یا مجموع فعالیت‌هایی که توی CRO داره انجام میشه توی فضای ایکامرس ها، توی تحلیل پیش بینی قرار میگیره. و تو تحلیل تجویزی در واقع اکشنیه که اتفاق میفته، یعنی مثلا بهینه‌سازی تجربه مشتری. ما در حالا اون یوزر اکسپریانسی که وجود داره واسه در محصول ما، اونو به صورت اتومات مثلا بهینه‌اش کنیم، یا برنامه‌ریزی تأمین محصولات متناسب با تقاضایی که وجود داره. خب من مجدد برمیگردم به همون تحلیل توصیفیه. حالا این به خاطر میگم ممکنه یکم درکش سخت باشه، چند بار در موردش صحبت میکنم و مثال‌های متعددی میزنم که بتونیم کامل این 4 تا مرحله رو برای رسیدن به یه تحلیل درست درکش کنیم. توی فضای ای کامرس یه تفاوتی که حالا شاید بگم با سایر سرویس ها داره اینه که ما حالا البته تو سایر سرویس ها میشه مدل های اختصاصی خودشون داشته باشن، ولی در ای کامرس ما برای اینکه میزانی که دیتا وجود داره خیلی زیاده، شاید بگم تیبل های مختلفی و داشبورد های مختلفی وجود داره که تو اون یه عالمه دیتاست و ما در دنیایی از داده هستیم که میتونه بهمون کمک کنه که تصمیم گیری بهتری داشته باشیم. از این جهت من اینجا اومدم که کل دیتا های یک ای کامرس رو 3 قسمت کردم، یعنی 3 قسمت مستقل از هم. یعنی همواره ما این قسمت ها رو هم مستقل از هم داریم، هم به صورت مشترک، ولی برای اینکه درک بهتری از هر قسمت داشته باشیم من به 3 قسمت پروداکت، یوزر و ترافیک تقسیم کردم. به این صورت که ما یه سری دیتایی توی کامرس داریم که اختصاصا در مورد کالاها و محصولاته، یه سری دیتا داریم که مخصوص یوزرها و کاستومرهای ماست، و یه سری دیتا هم داریم که مربوط به ترافیک سایت و اون حالا سورس هایی که برای ما داره ترافیک میاره. و این دوتا موضوع من این تقسیم بندی رو اومدم توی همین مراحل تحلیل مجدد بیان کردم. یعنی به این صورت که ما تو تحلیل توصیفی همونجوری که گفتیم تمام داشبوردها و جداولی که و هر سورسی که ما دیتا میده و نشون میده دیتا رو، میشه این مرحله تحلیل توصیفی که به ما نشون میده چه اتفاقی داره میفته. که حالا این در قسمت پروداکت میشه مثل داشبورد پروداکت هایی که حالا عمومیان یا پرفروشن. کاتگورایز کردن محصولات، یه داشبوردی هست که محصولات رو کاتگورایز کرده بر اساس الگوهای مختلف که روی قیمت گذاری پرایسینگ داریم، داشبوردی که روی تخفیف ها و دیسکانت داریم، داشبوردی که روی پروداکت ریویو و ریتینگ داریم. اینا دیتا هایی که در مورد پروداکت ها برای ما دسته‌بندی میشه و نمایش داده میشه تحلیل توصیفی که در مورد محصولاته، تو قسمت محصولات یک سایت ای کامرسی. تو قسمت یوزر مثل داشبوردایی که در مورد دموگرافیک یوزر هاست، رفتار یوزر هاست، CLV یوزر ها یا همون کاستومر لایف تایم ولیوشون، و کاستومر چرن آنالیز یا اون داشبوردی که در مورد حالا نرخ ریزش یوزرها به ما دیتا میده. توی ترافیک هم سورس های ترافیکی که ما ازشون داریم استفاده، یعنی داشبورد سورس های ترافیکی به ما نمایش میده، بانس ریت و اگزیت پیجایی که توی سایت هستن و فانلی که داریم توی سایت. اینا داشبورد هایی هستن که در تحلیل توصیفی در ای کامرس نمایش داده میشن، ساخته میشن و قابل بررسی هستن.
خب همونجوری که گفتم تو تحلیل توصیفی این داشبوردها رو بررسی میکنیم. توی تحلیل تشخیصی مدل به این صورته که ما باید یه سری سوال داشته باشیم. یعنی قطعا شما هر زمانی که میخواین یک چالش رو، یک اتفاقی رو، یک حالا رشدی رو یا افتی رو تشخیص بدین، یه سری سوالات از قبل از خودتون از دیتا میپرسین دیگه. حالا من اینجا یه سری نمونه از سوالات رو آوردم که پاسخ این سوالاتی که شما از خودتون میپرسین میشه اون تحلیل تشخیصی که ما داریم. به عنوان مثال تو قسمت یوزرها ما بعد از مشاهده اون داشبورد هایی که حالا توی صفحه قبل من نمایش دادم این سوال رو میپرسیم که اصلا آیا روندها یا الگوی رفتاری در کاربران وجود داره، و جواب این سواله میتونه به ما کمک کنه که خب ما یه تشخیصی رو اینجا دادیم که مثلا این الگوی وجود داره و به این صورته. یا مثلا سوالی که برامون پیش میاد آیا بازگشت به خرید کاربران دچار اختلال شده، یعنی ممکنه اون داده هایی که ما داریم تو اون حالا تیبل میبینیم این سوالو برامون پیش بیاره و جواب این سوال برای ما یه تشخیص بشه. تو ساید پروداکت اینه که کدوم محصولات فروش ضعیفی دارن. به عنوان مثال مثلا یه جدولی از کالاها داریم که تو این جدولی از کالاها یه تعدادی از کالاها مثلا عدد فروششون یا رونیوشون یا حالا اون آیتمی که فروش رفته عدد پایینیه. شاید این سوالو برامون پیش بیاره. یا سوالی که آیا مشکل در چیدمان صفحات سایت وجود داره، که مثلا شاید بگیم یه پروداکتی که ازش انتظار فروش بیشتری داریم، تو اون دیتایی که داریم ارائه میدیم، تو این دیتایی که داریم مشاهده میکنیم تو تحلیل توصیفی میبینیم که دور از انتظارمونه و این سوال ممکنه برامون پیش بیاد. مجموعاً پاسخ دادن به سوالاتی که بعد از حالا دیدن اون دیتا و اون حالا سورس های مختلفی که ما داریم، داشبوردهای مختلفی که داریم بررسی میکنیم، جواب این سوالات میشه تشخیصی که ما یعنی تحلیل تشخیصی که ما نسبت به اون دیتا دادیم. که این قسمت تقریبا پیچیده ترین قسمت این 4 مرحله تحلیله و توی سطوح مختلف هم اتفاق میفته. یعنی شاید بگم کسی که خیلی تخصص تو دیتا هم نداره، شاید تجربه خیلی کمی هم تو مارکتینگ داشته باشه، بیاد یه تحلیل خیلی شهودی بده. یعنی مثلا خیلی، یعنی اصلا شهودی منظورم به این صورته که بر اساس تجربه یا علم دیتا نباشه، یعنی صرفا بگه که چرا این عدد خیلی کمه یا این عدد خیلی مثلا نمیدونم زیاده، یا اصلا کامنت های به این صورت، در صورتی که حالا این موضوع خود تشخیصی خیلی میشه داخلش حالا صحبت کرد، خیلی دیپ شد در مورد تشخیص، در مورد متریک های مختلف صحبت کرد که حالا من چند تا مثال در ادامه اسلایدها دارم که میتونیم در موردش با هم دیگه بررسی انجام بدیم. ولی به طور کلی تحلیل تشخیصی میشه پاسخ به سوالاتی که ما بعد از دیدن حالا اون داشبوردها و دیتایی که در اختیارمون هست یه سری سوال برامون پیش میاد که به اون سوالات پاسخ میدیم و این پاسخهای ما میشه مجموعه تحلیل تشخیصی که ما نسبت به اون دیتا داریم. توی تحلیل پیشبینیه که مرحله بعدی هست، در واقع اتفاقی که تو تحلیل پیشبینی میفته اینه که ما الگو و الگوریتم و رفتاری که توی دیتامون وجود دارد رو میفهمیم و به دست میاریم. به این صورت که مثلا میگم اگر ما در یک ای کامرس میبینیم که یک شنبه ها داره رشد فروش اتفاق میفته به صورت ارگانیک، خب توی تشخیصمون میگیم که مثلا چرا این اتفاق مثلا هر هفته داره یک شنبه میفته و پاسخ به اون اینه که خب شنبه و یک شنبه به صورت دائم اتفاق افتاده و میتونه یه الگو باشه. تو قسمت تحلیل پیش بینی ما میایم این الگو رو تثبیت میکنیم برای خودمون، یعنی میایم میگیم که خب پس ما بر اساس این الگو میتونیم یه پیش بینی نسبت به آیندهمون داشته باشیم، میتونیم این الگوی و الگوریتم رو برای حالا قسمت‌های مختلف قبول کنیم. به عنوان مثال دوباره من مثال‌هامو توی 3 قسمت یوزر و پروداکت و ترافیک جدا کردم. تو قسمت یوزر به عنوان مثال پیش بینی رفتار مشتریان یا کاربران، یعنی ما میگیم که خب این گروه مشتریان ما در این بازه زمانی این رفتار دارن انجام میدن و این تکرار شدنش پس یک الگوییه برای ما و ما میتونیم روی این مورد حساب کنیم و یه فکت برای خودمون بدونیم و اینو به عنوان تحلیل پیش بینی خودمون در نظر بگیریم. تو قسمت پروداکت ما میتونیم بر اساس حالا اون کالایی که در ماه داریم میفروشیم، به عنوان مثال میگیم یه آیتم رو ما هر ماه داریم بین 900 تا 1100 کالاشو مثلا میفروشیم، یه درکی رو داریم حالا متناسب با مارکت شیری که خودمون داریم، میگیم که این تقاضای بازار در حال حاضر برای این کالا انقدره
و میتونیم بر اساس این پیش بینیه میتونیم بریم این کالا رو تامین کنیم و به این اتفاق نیفته که مثلا بخوام یه کالایی رو بیشتر از حد تقاضا تامین کنیم یا یه کالایی رو کمتر تامین کنیم. یا در مورد ترافیک ما میایم مثلا میگیم که خب ما میایم قیمت گذاری پویا رو فعال میکنیم. چرا؟ چون دیدیم که خب این ترافیکی که به عنوان مثال از سورس ارگانیک داره میاد نسبت به این مدل قیمت گذاری ریت بالاتری داره، یا این ترافیکی که داره از سورس اد نتورک ها میاد نسبت به این مدل قیمت گذاری اکشن مثلا ریت مناسب تری داره. پس میایم اینجا هم به عنوان یک الگو شناسایی میکنیم و مجموعه این الگوها و الگوریتم هایی که ما از اون تحلیل تشخیصیمون در میاریم میشه این تحلیل پیش بینیمون که مرحله سوم تحلیل دیتای ما هست. توی مرحله چهارم تحلیل تجویزیه، یا اون مرحله دقیقاً اون مرحله که ما به اکشن میرسیم. یعنی ما الان تونستیم بعد از مشاهده دیتا و داده ها و داشبورد هایی که داریم تو تحلیل توصیفی اومدیم بعدش یه سری سوال برامون پیش اومد، به سوالا جواب دادیم، رسیدیم به یه تشخیصی. یعنی پاسخهای ما شد مجموعه تحلیل تشخیصی ما. از اون تحلیل تشخیصی ما یه سری الگو و رفتار و الگوریتم در آوردیم تو حالا قسمت‌های مختلف، تو ابعاد مختلف. اونا شدن تحلیل پیش بینی ما که ما تونستیم بر اساس اونها یه پیش بینی بکنیم. حالا ما میگیم برای اینکه روی این پیش بینی ها اثر مثبت بذاریم یا رشد ایجاد کنیم میتونیم یه سری اکشن داشته باشیم. به عنوان مثال تو تحلیل تجویزی گفتیم خب میتونیم پیام ها و محتوای سایت رو شخصی سازی کنیم. مثلا این اکشنه از تو دل این در اومده که یه مسیر این شکلی رو طی کرده. به این صورت نبوده که فقط بگم در ای کامرس شخصی سازی پیام ها و محتوای سایت یک اکشن همیشگی مثلا جواب میده و مثبته. قطعا زمانی برای یک ای کامرس میتونه برای یک ای کامرس مؤثر باشه که از داده های همون تایم ای کامرس استفاده بشه و به این نتیجه رسیده بشه که خب الان شخصی سازی پیام ها و محتوای سایت میتونه یه اثر مثبت بذاره. کدوم قسمتش رو سوال دارین؟ من این قسمت رو تمام کنم مجدد برمیگردم کامل این 4 مرحله رو توضیح میدم. حالا من اینو کاملش کنم بعد مجدد میگم. قسمت پروداکت یه اکشنی که ما بهش رسیدیم پیشنهاد خرید محصول به کاربرانه. به عنوان مثال گفتیم که خب این تو دیتا دیدیم که کاربران مثلا یه تعداد آیتم مشخصی رو مثلا دارن تو سبدشون میذارن. بعدش توی حالا اون تشخیص دادیم که خب چون این بازه مثلا یه گروهی داریم که 3 تا کالا دارن، متوسط کالایی که توی سبدشون داره مثلا 3 تا آیتمه، گروهایی هم داریم که 5-6 تاست. بعد دیدیم که خب ما این ظرفیت رو داریم که اونایی هم که 3 تا دارن میخرن تو سبدشون رو برسونیم به 5. خب بعد تو تحلیل پیش بینیمون گفتیم که خب میتونیم این کالاهایی که تکمیل کننده سبد هستن رو بهشون پیشنهاد بدیم. یعنی پیش بینی کردیم، دیدیم که اگه به یه سری پیشنهاد بدیم یا در مسیری که دارن از سایت خرید میکنن کالا رو بهشون نمایش بدیم، این خریده با تعداد کالای بیشتری در سبدشون اتفاق میفته. پس توی تحلیل تجویزی گفتیم که خب ما تو ساید پروداکت میایم خرید محصول رو به کاربران پیشنهاد میدیم و این شده یه تحلیل تجویزی که یه اکشن از توش در اومده. تو قسمت ترافیک هم به عنوان مثال ما اومدیم گروه کالاهای جذاب برای استفاده در محتوای تبلیغاتی. ما دیدیم که مثلا ترافیک داریم ترافیک با کیفیتی نیست، یا ترافیکی که دراپش بالاست، یا ترافیکی که با محتوای ما انگیج نمیشه. اومدیم بر اساس کالاهایی که جذابتر هستن توی سایت در محتوای حالا بیرون سایت، توی اد نتورک ها، توی فضای خارج از سایت و افیلیشن ها استفاده کردیم که این ترافیکی که داره میاد سمت ما ترافیک تعاملی تری باشه. خب من بخوام این مسیر رو مجدد حالا یه توضیحش بدم، حالا چند بار کاملتر بگم، برمیگردم به همون اسلاید اولم که ما به طور کلی برای رسیدن به یک اکشن از دیتاهایی که داریم 4 مرحله رو طی می‌کنیم. مرحله اول اینه که ما از داشبوردها و ویژوالی که توسط هر ابزاری ممکنه این کار انجام شده باشه، ممکنه با پایتون ویژوال شده باشه، ممکنه با
SQL ویژوال شده باشه، ممکنه با حالا ابزار مثلا لوکر ویژوال شده باشه، پاور بی آی باشه، هر ابزاری که باشه، متابیس باشه. خیلی تولز مطرح نیست که من بخوام در مورد تولز صحبت کنم، ولی چیزی که به ما ارائه میده اینه که خب این دیتایی که من دارم میبینم چه یعنی داره اتفاقاتی که افتاده رو من نمایش میده دیگه، در واقع چیزی که اتفاق افتاده رو من نمایش میده. تو قسمت دوم من قطعا از چیزی که دارم توی داشبورد ها میبینم، از ویژوالی که دارم میبینم، یه سری سوال برام پیش میاد که مثلا این نمودار چرا این شکلیه، این عدده چرا پایین تره، این نمیدونم درصده چرا اینقدر فرق میکنه با بقیه. این سوالات من پاسخ بهشون میشه تشخیص هایی که من از این دیتا دادم، که حالا گفتم این قسمت تقریبا مفصل ترین مرحله این 4 مرحله است که خودش نیاز به حالا عمیق شدن داخلش داره و خودش مدل های مختلفی برای تشخیص و سوال پرسیدن داره. و بعد از این که حالا من مشخص کردم، یعنی برای خودم سوالاتمو لیست کردم و پاسخ دادم بهشون، از اون پاسخ ها احتمالاً یک سری الگو و الگوریتم ممکنه در بیاد، یعنی الزام نداره، یعنی ممکنه یه سری سوالات جوری باشه که یه جوابی داشته باشه که اصلا هیچ الگو الگوریتمی نداشته باشه، یه اتفاق باشه. به عنوان مثال شاید بگم مثلا اینترنت مشکل پیدا میکنه، فروش میفته، شما مثلا یه سوال میپرسین که خب چرا فروش مثلا افتاده، خب میگیم چون اینترنت قطع بود، یعنی الزاما الگویی نیست. ولی یه سری سوالات هستن که در پاسخ به اونا یه سری الگو پیدا میشه و این الگوها میاد به ما کمک میکنه که بتونیم یه سری پیش بینی انجام بدیم که اینا توی تو مرحله سوم اتفاق میفته و تحلیل پیش بینی ما میشه، که ما بر اساس الگوها و الگوریتمی که تو این دیتا وجود داره و ما متوجهش شدیم میایم پیش بینی میکنیم. بعد از این پیش بینیه قطعا ما نیاز به یه سری اکشن داریم که بتونیم این پیش بینی‌ها رو بهبود بدیم، یا اصلا این پیش بینی های ما بتونه باعث رشد بیزینس بشه، که اون در واقع تحلیل تجویزی یا همون اکشن هایی که ما میگیریم. در مورد اون سوالی هم که پرسیدین در قسمت شخصی سازی پیام ها، ما دیتایی که مثلا اینو فکر کنم در ادامه اگه توضیح بدم چون مثال دارم شفافتر باشه. من اومدم حالا روی محصولات آرایش بهداشتی مثال آوردم. بحث صرفا در مورد دیتای، حالا اینکه دیتای بیزینس خودمونه یا دیتای رقیب، اصلا اینجوری نیست که الان من در مورد اینکه حالا چه جوری دیتای رقیب رو بررسی میکنیم بحث نیست. یعنی هر دیتایی، چه دیتای رقیب باشه، چه دیتای بیزینس خودمون باشه، چه هر دیتایی باشه، مسیر تحلیل کردنش به این صورته که ما ویژوال رو میبینیم، یعنی یه سری دیتا داریم، یه تیبلی داریم، یه نموداری داریم میبینیم، یه سری سوالات که این سوالات حالا تو جنس مثلا دیتای رقیب ممکن سوالات متفاوتی باشه. یعنی مثلا ما میپرسیم که به عنوان مثال این چرا این اتفاق افتاده و جواب اونا میشه حالا پیش بینی که ما نسبت به فعالیت‌های رقیبمون داریم، و تو تجویزی هم میتونیم اکشن هایی رو بگیریم که نسبت به اکشن های رقیبمون و دیتایی باشه که ما مشاهده کردیم. یعنی ولی صحبت این نیست که صرفا تحلیل دیتای رقیب با تحلیل دیتای بیزنس خودمون خیلی متفاوت نیست مسیرش، و این 4 مرحله رو به هر حال در خودش داره. توی محصولات آرایشی بهداشتی من یه جدولی رو آوردم که دیتای حالا تقریبا 10 تا کالا از کالاهای خانومیه و دیتای در یک روز، حالا در یک روز هفته، حالا همین هفته‌ای گذشته 10 تا کالایی که 10 تا کالایی که حالا دیتاش وجود داشته رو اینجا داخل این تیبل می‌بینیم که تقریبا 5 تا متریکش رو اینجا داخل این جدول آوردم. متریک اول متریک آیتم ویو این لیسته که در واقع تعداد دفعاتیه که این کالا داخل صفحات لیست دیده شده یا PLP ها دیده شده، یعنی در تمام صفحاتی که لیست کالا داره این کالا دیده شده. ردیف ستون دوم آیتم ویو، تعداد دفعاتی که این آیتم در صفحات PDP دیده شده یا در صفحه خود کالا که توضیحات داده دیده شده. ستون سوم کانورژن ریت PLP به PDP که نرخ تبدیل حالا همون ستون اول به ستون دومه، و ستون چهارم کانورژن ریت PDP به فروشه یا همون مشاهده شدن کالا به تعداد کالایی که فروخته، و ستون آخر هم تعداد کالایی که فروخته شده.
خب من با دیدن این جدوله شاید اول بگم که خب مثلا چه دیتای جالبی، مثلا این تعداد این کالا اینقدر دیده شده یا اصلا هر اتفاق افتاده، ولی یه سری چیزا توجهمو جلب میکنه. یعنی این جدول همون جدوله، من به عنوان کسی که حالا این تیبل رو دارم میبینم، یه سری حالا سلولا رو من قرمز کردم قسمت‌های جدولو که برام یکم متفاوته نسبت به بقیه دیتاها. حالا اینکه چرا متفاوته میام تو مرحله بعد میگم. خب من توی اون تیبل در واقع تحلیل توصیفیم بود که متوجه شدم که چه اتفاقی داره میفته و یه سری اعداد و ارقام به ازای هر پروداکت دیدم. بعد توی قسمت تحلیل تشخیصی یه سری سوال برام پیش اومد، یعنی بر اساس همون قسمتایی که رنگی کردم. من فکر کنم آره پاورپوینت شیر میشه. حالا در ادامه بگم که من یه سری سوال برام پیش اومد که این سوالات رو اینجا حالا لیست کردم. چرا این محصولات نمایش کمتر از 5000 داشتن؟ دوباره برمیگردم که جدول رو با هم ببینیم. تو این جدول میبینیم که اعداد 6100 6700 4300 7500 و اعداد مختلف دیگه که هستن. این سه تا عدد برای من زیر 5000 بود و من این سوال برام پیش اومد، یعنی با توجه حالا به دانشی که خودم داشتم، با توجه به تجربه‌ای که داشتم، گفتم که خب چرا این محصول نمایش کمتر از 5000 داره. سوال دومم این بود که چرا نرخ تبدیل نمایش از صفحات لیست به صفحات محصول در محصولاتی که حالا انتخاب کردم پایینه تو این ستون سوم. به عنوان مثال کالاها 12%، 9%، 13%، 7%، ولی این سه تا کالایی که الان اینجا انتخاب کردم 6%، 5% و 4%. این سوال دومی که بود که برام پیش اومد. و سوال سوم این بود که چرا نرخ تبدیل توی حالا صفحات کالا به فروش پایینه که این سه تا کالا رو انتخاب کرده بودم. خب سوالات رو همینجوری که می‌بینید سوالات پیچیده‌ای نیست، یعنی ممکنه برای هر کسی که حتی دانش خیلی تخصصی تو دادم نداشته باشه براش پیش بیاد و اینا رو بنویسه و لیست کنه. و تو قسمت تشخیصی در واقع همین اتفاق میفته، یعنی نیاز به پیچیدگی خیلی زیادی نداره که شما بخواید تشخیص بدین. در واقع اون طراحی سوال شما حالا عمیق بودن تحلیل شما رو میرسونه. من حالا سوالات ساده‌ای نوشتم که بتونیم در موردشون صحبت کنیم. من در جواب سوال اولم که چرا این محصول نمایش کمتر از 5000 تا داشتن، خب اولین چیزی که تو ذهنمون میاد اینه که خب تو لیستا نمایش داده نشدن و جواب درستی هم هست که احتمالاً این سه تا کالا تو لیست به اندازه بقیه تو لیستا نمایش داده نشد، به اون عدد 5000 نرسیدن. سوال دوم که چرا نرخ تبدیل صفحات لیست به صفحه محصول پایین بوده، خب من اومدم پارامترهای مختلف که روی این موضوع اثر داره رو نوشتم. گفتم ممکنه ناموجود بوده، ممکنه تصاویر کالا جذاب نبوده باشه، ممکنه قیمت و تخفیفی که داشته جذاب نبوده، یا ممکنه اصلا محصول ناشناخته بوده و حالا یوزری که میاد روی سایت هیچ اورنسی، یعنی هیچ آگاهی از اون برنده و اون کالایی که روی صفحات لیست بوده نداشته. و در سوال آخرم هم که از صفحه محصول به فروش نهایی بوده، گفتم که خب شاید کامنت و تجربه مصرفی نبوده که طرف بتونه اعتماد کنه، محتوای محصول ناقص بوده یا قیمت و تخفیف نامناسب بوده. خب من تو تحلیل تشخیصی چیکار کردم؟ اومدم این لیست سوالاتی که برام پیش اومده بود رو بهش خیلی ساده پاسخ دادم بر اساس حالا میگم دانشی که داشتم و حالا تجربه‌ای که داشتم. توی مرحله بعد میگم خب من این پاسخ‌ها رو دادم، از توی این پاسخ‌ها من چه الگوریتم هایی رو میتونم پیدا کنم و چه الگوریتم هایی وجود دارن که بتونم پیش بینی داشته باشم. خب من در مورد اول گفتم که خب در لیستا نمایش داده نشدم، پس من اگر نمایش بیشتری بدهم احتمالاً فروش بیشتری خواهم داشت و اینو به عنوان الگو از توی دیتا در آوردم. حالا اینکه چه جوری الگو رو در آوردم این دیگه روش‌های مختلفی داره، یعنی با پایتون، با حالا خود فرمولایی که میشه حالا از طریق لوکر زد یا مثلا از طریق اسکیول میتونیم به این الگوها برسیم که این الگوها آیا درست هست در این دیتا یا نه. ولی حالا من خیلی کلی دارم در موردش صحبت میکنم، اینه که حالا اگر در لیستا نمایش بدیم پس پیش بینی فروش میتونیم داشته باشیم، نمایش بیشتر، فروش بیشتر. در مورد موضوع دوم اینه که ناموجود بودن جذاب نبودن تصاویر کالا.
من گفتم خب ما میتونیم، من فقط در مورد ناموجود بودنش گفتم میتونیم پیش بینی موجودی و سطح تقاضا داشته باشیم. یعنی حالا الزاما برای همه اونا پاسخ ندادم تو تحلیل پیش بینی، ولی گفتم که خب احتمالاً موجود درخواستی بوده و به خاطر ناموجود بودن تبدیل به فروش نشده. میتونم یه الگویی در یه الگویی پیدا کنم در تقاضایی که وجود داره و موجودی رو بر اساس اون پیش بینی کنم. و در حالا سومی هم که اینکه تجربه مصرف و کامنت نبوده و حالا این صفحه کالا به فروش نرسیده، من میتونم بحث تاریخچه فروش کالا رو دقیق بررسی کنم و در اون بازه هایی که حالا فصل مناسبی هست یا اصلا کالا مشاهدهش بالا، صفحه کالا قیمت مناسب داشته باشه، کامنتش رو کامل کنم و به طور کلی یه پیش بینی داشته باشم که اصلا ویو این کالا تو چه بازه زمانی مثلا بالا میره و اینا میاد تو تحلیل پیش بینی قرار میگیره. یعنی من یه سری الگو رو از توی دیتا در آوردم، بر اساس اون الگوی اومدم پیش بینی کردم که خب این اتفاقات ممکنه بیفته و من میتونم این کارا رو انجام بدم. در مرحله آخرم با توجه به پاسخهایی که دادم رسیدم به یه سری اکشن که این اکشن ها اصلا میتونن از جنس خودشون یه محصول باشن که دیولپ بشن، میتونن یه شاید بگم یه مدلی باشن، یه استراتژی باشن که بیان تو کار. ولی به طور کلی به این صورته که مثلا من از کل اون پاسخهایی که توی تحلیل‌های قبلی دادم به این رسیدم که من باید یه مدیریت موجودی هوشمند داشته باشم. اکشنیه که از این تحلیل دیتا برای من به وجود اومده. یه بهبود استراتژی تبلیغاتی داشته باشم، یه بهینه‌سازی استراتژی تخفیف یا اتوماتیک کردن تخفیف ها رو داشته باشم و یه راه اندازی سرویس پیشنهاد محصول رو داشته باشم. خب که حالا اینا خیلی منظم من دیگه الاین نکردم به همون پاسخ ها، ولی اینا نتیجه گیری بوده که نسبت به اون پاسخ ها گرفته شده و تبدیل به اکشن شده. که این نتیجه گیریه یه نمونهشو من تو خانمی آوردم که ما مثلا یه بررسی دیتایی داشتیم تو قسمت حالا پیشنهاد محصول، این الگوریتم ها رو با مدل های مختلف تست کردیم و به این رسیدیم که خب ما با پیشنهاد محصول بعد از اضافه کردن حالا کالا در سبد خرید اومدیم یه سری متریک ها رو افزایش بدیم و اون ریتر رو ببریم بالاتر. که این نمونه ایه که حالا الان توی خانمی تقریبا داره اتفاق میفته. یعنی شما هر کالایی رو که به سبد خرید اضافه کنین یه سری کالای دیگه بهتون ریکامند میده بر اساس اون الگویی که تعریف شده و این اتفاق و این کاری که ما انجام دادیم باعث شد که IPO یا همون آیتم پر اوردر ما و AOV متوسط سبد خرید ما یه درصد قابل توجهی رشد کنه و این شد نتیجه گیری حالا یه تحلیل دیتایی که ما توی دیتای خیلی گسترده‌ای داشتیم و از اون تحلیل دیتا توی 4 مرحله مختلف به یه اکشنی رسیده بودیم که این اکشن این اتفاقو رقم زد. من در مورد حالا محصولات صحبت کردم، یعنی مثال قبلی مثال محصولات بود. الان میخوام در مورد کاربران یا دیتایی که از کاربران وجود داره صحبت کنم. تا اینجا اگه سوالی هست بگین توضیح بدم، دوباره در ادامه بریم سراغ قسمت کاربر. من بازدید کننده برای اینکه به خریدار تبدیل بشه یه فانلی رو داره، یعنی یه مسیری رو داره طی میکنه که حالا مسیره به این صورته که شما توی کانال‌های بیرونی به عنوان مثال توی تبلیغاتی که تو اد نتورک مثل یکتانت دارین، تو اد نتورک خارجی مثل نتورک گوگل دارین تبلیغ میکنین، دارین پیامک تبلیغاتی میزنین، پلیسمنت یه جایی دارین که بنر ثابت گرفتین. این ترافیک ورودی که داره میاد یا از طریق ارگانیک از طریق موتورهای جستجو داره میاد رو سایت شما، این ترافیک یه مسیری رو طی میکنه تا بخواد تبدیل به مشتری شما بشه. این که صرفا بخوام بگیم نرخ تبدیل بازدید کننده به مشتری کجا بررسی میشه، ما اینو اومدیم شکستیم دیگه. ما گفتیم که اون کسی که داره میاد تو سایت ما اول یا میاد رو صفحه اصلی یا میره تو یک از لندینگ پیجایی که حالا ما لینک دادیم توی تبلیغاتمون.
و این بعد از اینکه این مسیر رو طی کرد احتمالاً با انتخاب یک کاتگوری یا یک برند یا یک لیست، یک کالکشن میره توی صفحه لیست. پس اینجا مرحله اولین جایی که ما میتونیم ترکش کنیم اینه که این یوزره داره میره روی لیست کالا و بعد از اینکه توی این لیست کالا داره حالا میبینه کالاهای مختلف رو میبینه، یک یا چند تا کالا رو انتخاب میکنه و از اینجا میره تو صفحه کالا. ما کانورژن ریت هر یک از این مراحل رو تفکیک شده بررسی میکنیم، چون اگر بخوایم به صورت خیلی کلی به موضوع نگاه کنیم و فانل رو اصلا در نظر نگیریم و بگیم بازدید کننده به مشتری چقدر نرخ تبدیلش، ممکنه اصلا نتونیم خطایی که داریم رو بررسی کنیم، اصلا نتونیم کجای این یوزر اکسپریانسی که الان ما رو محصولمون داریم مشکل داره. برای همین این کانورژن ریت رو میشکنیمش دیگه، میگیم که خب بازدید کننده میاد رو صفحات PLP میاد رو PDP میاد مثلا تو بسکت میاد مثلا منجر به خرید میشه و این مراحل مختلف رو میایم دیتاشو بررسی میکنیم و تو یه مرحله بررسی نمیکنیم. ولی حالا تو ای کامرس که کوچیک‌تر هستن، برای اینکه حجم دیتا خیلی کمه شاید معنادار نباشه مثلا این کانورژن ریت به عنوان مثلا آیتم ویو لیستش مثلا 10 تاست، PDPش مثلا 2 تاست، میشه مثلا 20%. خیلی معنادار نباشه میتونیم معیار آنالیزمون و تحلیل رو همون کانورژن کلی بذاریم و تفاوتی نمیکنه در نحوه تحلیلمون. یعنی دوباره ما یه سری سوال داریم که اصلا این کانورژن چرا مشکل داره، ممکنه مدل مشکلاتمون متفاوت باشه. ویدیو رو من در مورد حالا کانورژن ریت خانمی که نمیتونم دیتای مستقیم بدم، ولی یه بنچمارک حالا توی ای کامرس ها هست که بین 2 تا 6% ای کامرس هایی که حالا چه تخصصی توی یه کاتگوری دارن کار میکنن مثل خانمی، چه به صورت حالا تو همه کاتگوری ها هستن، این کانورژن ریت رو دارن و حالا میتونین سرچ کنین و ببینید چه در ایران چه در خارج از ایران. ولی نه، این عددی که میگین ای کامرس ها به این صورت نیست. اینم اطلاعی ندارم. خب کلا کانورژن ریت سایت به خصوصی رو مثلا نمیتونیم بگیم. سوالی نیست، من برم قسمت بعد. پس توی قسمت کاربران ما همون مسیری که حالا توی قسمت پروداکت طی کردیم مجدد میتونیم یه تیبلی رو میام اضافه میکنیم که من اینجا یه جدولی رو آوردم از 7 تا گروه حالا اودینس مختلف که یه سری دیتا رو روبروش میبینیم که حالا اینگیج سشنش به چه میزان بوده، کانورژن ریت کل این اودینس ها به چه صورت بوده و ترانزکشنش به چه صورت بوده. که حالا سوالاتی که برای من متناسب حالا میگم باش دانش و تجربه‌ای که داشتم، این 3 تا عدد کانورژن ریت بوده که به عنوان مثال این A4 A5 و A7 بوده که سوالی که برای من پیش اومده این که اصلا این چرا این 3 تا گروه نرخ تبدیل پایین‌تر از 2 رو دارن و این تنها سوالی بوده که نسبت به این تیبل برای من پیش اومده و حالا من پاسخی که دارم اینه که البته یکم پاسخی که دارم سولوشنشه، ولی خب به این صورتی که یه سری پارامتر در این نرخ تبدیل اثرگذار هستن، نرخ تبدیل کاربران، که این پارامترها ممکنه نیاز به بهینه‌سازی داشته باشن و من حالا اینجا گفتم که یک ویژگی اختصاصی میتونیم ایجاد کنیم که با این ویژگی اختصاصی اون پارامترها رو تست کنیم، ببینیم کدوم پارامتر اثرگذاری بیشتری داره و بر اساس اون کانورژن ریت رو بیاریم بالاتر. نیا کنین سگمنتیشنش اینجوری بوده که ما اودینس هایی که حالا تو فضای کامرس میسازیم که حالا دیتا رو میخوایم بر اساسش حالا تفکیک کنیم و ببینیم برای اودینس هامون، به این صورت نیست روی اتریبیوت های مختلف این کار رو انجام میدیم. ولی این اتفاق که حالا اینجا افتاده، اتریبیوتی که اینجا در نظر داشتیم اتریبیوت لوکیشنی بوده که حالا روی سایت اومدن، یعنی بر اساس حالا اون استانی که
ما دیتا ازشون داشتیم توی حالا تول آنالیتیکس، بر اساس اون استان این اودینس ها رو جدا کردیم و بر اساس اون اومدیم اینجا لیست کردیم که حالا من صرفا برای که دیتا بحث محرمانگی دیتا وجود داره فقط به گروه A1 تا A7 لیست کردم. ولی حالا اگه بخوایم مثلا سگمنت بندی کنیم میتونیم بر اساس اتریبیوت ها سگمنت های مختلفی برای اودینس ها داشته باشیم. این از این جهت میگم اتریبیوت ها، چون این گروه بندی که ما داریم هنوز مشتری ما نیستن و حالا ممکنه مشتری باشن یا نباشن و صرفا اودینس سایتن. توی این قسمت گفتم که خب پارامترهای مختلفی رو میتونیم تست کنیم و حالا هر پارامتر بر اساس اثرگذاری که داره بیایم اونو مثلا سعی کنیم این کانورژن ریت رو ببریم بالاتر، پاسخ به این سوالی که داریم. و چیزی که ما پیش بینی میکنیم اینه که خب میبینیم که یه پارامتر به عنوان مثال کد تخفیف رو داریم چند بار استفاده میکنیم و یه الگو رو پیدا میکنیم. به عنوان مثال میگیم کد تخفیف درصدی که داریم در فضای داریم به این اودینس ها میدیم این رفتار رو ایجاد کرده، یا کد تخفیف مثلا مبلغی که داریم میدیم یا این میزان مبلغ که داریم میدیم این رفتار رو داره ایجاد میکنه و این رفتار باعث مثلا افزایش نرخ تبدیل شده. بر اساس حالا این داستان نه تنها در کد تخفیف، شاید در دادن هدیه در فضایی که مثلا دارن خرید میکنن یا یه کامیونیکیشن اختصاصی که مثلا واسه هر اودینس داریم میتونه این نرخ تبدیل رو تحت تاثیر قرار بده و ما اگر به یه الگو و الگوریتمی برسیم میشه تحلیل پیش بینی ما. یعنی ما گفتیم که اگر این کار رو انجام بدیم این الگوه صدق میکنه و اتفاق میفته. که خب ما مثلا از این پیش بینی الگوه گفتیم خب ما میتونیم ارسال پیام شخصی سازی شده داشته باشیم برای این اودینس ها در کانال های مختلف، یعنی در مدیوم های مختلف، اونم مثال پوش، ایمیل، پیامک. حالا پیامک اگر ازشون شماری داشته باشیم بر اساس الگوریتم های رفتاری کاربران، یا بهتر بگم از طریق مدیومی که ریچیبل هستن با ما. که نمونه خانومیش هم یعنی نمونه که تو خانومی انجام دادیم ما اومدیم بر اساس حالا اون اودینس هایی که علاقه‌مند هستن به کاتگوری‌های آرایشی اومدیم یه ایمیلی ارسال کردیم در قالب ایمیل و پوش. حالا همین محتوا در قالب پوش و ایمیل ارسال شد که دیدیم همون اودینسی که کانورژن ریتش برای ما 1.8 مثلا بوده، خب الان ما تونستیم توی یک کاتگوری مثلا یه دفعه کانورژنش رو بیاریم رو 2.8 و این اتفاق با شخصی سازی کردن پیامه بر اساس حالا علایقی که اون طرف داشته و بر اساس تجربه‌ای که ازش روی صفحات سایت داشتیم تونستیم ایجاد کنیم. خب تو قسمت کاربران اگه سوالی دارین بگین، من قسمت بعدی ترافیک سایت رو صحبت کنم. خرید مجدد و ما صرفا من اینجا الزاما موضوع اصلا خرید مجدد و ریترن رو بررسی نکردم، خب که بگم این دیتای خرید مجددش بوده. ولی میشه اگر تیبلی از مشتریا داشته باشیم که متریکای اون مربوط به بازگشت مشتریا باشه، به عنوان مثال چرن ریتشون باشه، فاصله از آخرین خریدشون باشه، فاصله بین دو خریدشون باشه، دیتا از این جنس باشه، من مسیر تحلیلم به اون صورتی خواهد شد که نتیجتا یه اکشنی برای ریترن مشتری داشته باشم. ولی اینجا صرفا برای افزایش نرخ تبدیل اودینس های سایت داشتم که گفتم ممکنه اصلا مشتری ما هم نباشن، ولی قطعا خرید مجدد کاربر و حالا اون ریتنشن ریتی که ما داریم خیلی مهمه. ولی اینکه حالا چه تحلیلی میتونه ما رو به این نتیجه برسونه نیازمند اینه که ما بیایم دیتای مربوط به همونو با متریکای مربوط به همونو بررسی کنیم و صرفا نمیتونیم متریک ترافیک و کانورژن ریت برسیم به اون موضوعی که حالا ریترن میکنن یا نه. رفتار مشتریان به چه صورتی رهگیری شده؟ ما رفتار مشتریان رو بر اساس آیتم هایی که توی صفحات PDP، صفحات محصول
میبینن و تایمی که روی اون صفحات حالا هستن، اینگیج تایمی که روی اون صفحات دارن، ساده ترین مدلیه که بررسی میکنیم. یعنی به عنوان مثال کسی که روی صفحات کالاهای رژ لب و کاتگوری رژ لب داره بیشتر از مثلا 30 ثانیه 40 ثانیه تو صفحات پی دی پی رو میگذرونه و محتواشو میخونه، احتمالاً با این کاتگوری کالا و با این نوع کالا تعامل بیشتری داره و نسبت به مسیجش ریاکشنی نشون میده. از این جهت اینو انتخاب کردیم. ولی مدل قطعی یعنی مدل قطعی اینجوری نیست که مثلا من میگم حتما فقط از این مدل میشه رفتار مشتریان رهگیری کرد و نیاز به تست داره دیگه. مثلا شما میگین که خب من مثلا شاید بر اساس تعداد ویو مثلا این کارو بکنم، شاید بر اساس اوریج سشن تایمی که دارم این کارو بکنم، شاید بر اساس اصلا اد تو بسکت این کارو بکنم و میتونیم مدل‌های مختلفی رو تست کنیم. در مورد پرسونا خیلی موضوعی نیست که از تو دل دیتا در بیان. مثلا پرسونا معمولا هر محصول به بیزینسی که میخواد شروع به فعالیت کنه یا اصلا خودشو در مدیاها پروموت کنه، اولین قدم مارکتینگش و اولین قدمی که بخواد در مارکتینگ فعالیتی داشته باشه اینه که پرسونای مشتریاشو بتونه، یعنی یه پرسونا رو بتونه بنویسه، پرسونا از مشتری خودش داشته باشه. الزاما اینجوری نیست که من میگم پرسونا رو میشه از تو دل دیتا در آورد، ولی میتونیم با حالا یه سری اکتیویتی از جنس حالا MPS، حالا پرسشنامه‌ای که برای محاسبه نرخ MPS هست یا یه سری سروایوهای دیگه که برای ارسال میشه واسه مشتری ها، به یه پرسونای دقیق تری رسید. از طریق دیتای اونا میشه به پرسونا رسید که حالا سوالات هم از این جنس باشه. آره، توسط تیم تحلیل قبلا مدل سازی شده. در واقع بهتر بگم که این مدل ها توسط تیم دیتا تست شده. یعنی ما چندین مدل پیشنهادی داشتیم بر اساس حالا اون تجربه کاربری که روی سایت بوده، اون جرنی که کاربر طی می‌کرده و حالا بین اینا اونی که فراوانی بیشتری داشته رو بردیم زیر ذره بین تست کردیم و چند تا مدل مشخص برای رهگیری رفتارش در آورد. خب قطعا نکنین که از از دیتا سورس های مختلفی شما میتونین استفاده کنین که رفتار مشتریانتون، رفتار مخاطبین سایتتون، یعنی الزاما حالا کسی که مشتری شما هم نشده ولی مخاطبتون هستن، قابل بررسی هست رفتارش. یعنی حالا ممکنه شما یه سری ترافیک روی سایتتون داشته باشین که از طریق لندینگ های شما وارد بشن، یه یعنی یه جرنی داشته باشن، شما از طریق اون جرنی اکشن هایی که دارن انجام میدن توسط حالا ایونت هایی که شما ست کردین و دارین ترک میکنین قابل بررسیه. ولی اگه بگم میخواین رفتار مشتریان رو صرفا بررسی کنین، رفتار مشتریان رو هم از بی آی میشه بررسی کرد، هم از طریق حالا هر دیتا سورس دیگه ای که شاید بگم ترافیک هم تو اون سعیم باشه یا بتونید ترافیک رو در کنار مشتریان توی مثلا ای کامرس آنالیتیکس مثلا داشته باشین و بررسی کنین. از اون جهت هم میشه رفتارش رو بررسی کرد. ولی بی آی جنسش بیشتر رفتار خرید مشتریان، یعنی به عنوان مثال که چه کالاهایی رو میخرن، توی چه فاصله زمانی خرید میکنن و این جنس متریکا رو میتونین بیشتر آنالیز کنین. ولی اگه بخوام ببینیم مشتری‌ها حالا چه رفتارهایی دارن یا نسبت به کدوم محتوای سایت شما یا چه صفحاتی از سایت شما اینگیج دارن، قطعا باید برین سراغ ابزارهای دیگه‌ای که حالا از جنس ترافیکی هستن، مثلا آنالیتیکس.
این که از طریق دیتا میشه فهمید پرسونای اولیه تغییر کرده یا نه رو من متوجه نمیشم. یعنی از طریق دیتا، از چه دیتا سورسی و چه منبعی اینو میشه فهمید، یا اگه میتونیم میخوایم مثالی بگین روی اون بحث کنیم. حالا من ادامه میدم باز توی قسمت بعدی مجدد، حالا توی سوالات میتونیم با هم دیگه بررسی کنیم. در مورد ترافیک سایت فروشگاه، یعنی سایت فروشگاه آرایش بهداشتی، من یه دیتایی از چنل ها آوردم که حالا یه تعدادی از چنل ها هستن، چنل های پید هستن که حالا 5 تا چنل مختلفه که متریکایی که توش آوردم سشن، ترانزکشن، تعداد اوردری که داشتن، کانورژن ریتی که داشتن، کاست پر اوردری که در هر چنل داشتیم و هزینه کلی که در هر چنل داشتیم. که در نگاه اول این یه تیبله که خب این دیتا رو داره و یه عددی که حالا خیلی شاید میگم برای من مثلا تو این تیبل مثلا عجیب بوده، عجیب که نه یعنی سوال برانگیز بوده، دیتای کاست پر اوردر توتالی که مثلا نسبت این چنل ها داشتیم. خب گفتم چرا هزینه به ازای هر سفارش در تمام کانال ها بیشتر از 30,000 تومان است. یعنی من ممکنه یه کاندیشن برای خودم داشته باشم که خب من نباید هزینه‌ام به ازای هر اوردر مثلا بالای 30,000 تومان بشه. حالا چرا اون عدده تو اون 5 تا کاناله به صورت توتالی بالای 30,000 تومان شده؟ قطعا جوابی که برای من هست اینه که خب من در تعدادی از کانال‌های ترافیک ورودی نیاز به بهینه‌سازی دارم تا هزینه رو به ازای سفارش کاهش داشته باشه. خب بعد از این تشخیصی که دادم در تعدادی از کانال، حالا این بهینه‌سازی رو گفتم، میام چیکار میکنم؟ میام بر اساس الگوهایی که اون کانال ها داره، به عنوان مثال شاید بگم در مورد اد نتورک ها بگم، مثلا مثل یک تا نت مدیا اد یا اد نتورک های داخلی مثلا 3 تا پارامتر داره دیگه، مثلا ناشر رو داره، محتوا رو داره و مثلا بیدو داره، هزینه‌ای که داریم به ازای هر کلیک میدیم. اینا یه سری الگو داره که این الگوها و الگوریتم ها متناسب با هر صنعت متفاوته و میتونم بگم در هر بازه زمانی هم متفاوته. یعنی اینا حتما مطلق نیستن. یعنی اینجوریه که من نمیتونم بگم یه ناشری قطعا به درد نخوره، نمیتونم بگم یه ناشری فوق العاده است. ممکنه با در محتوای متفاوت، در صنعت مختلف و در زمان متفاوت بازه متفاوتی ازش داشته باشم. بهتره که برم سراغ این که الگوشو پیدا کنم و اینکه ببینم که با چه الگویی میتونم بهترین بهره وری رو داشته باشم. که حالا این شناسایی بهترین پیشنهادات یا این الگوها میشه همون تحلیل پیش بینی که من دارم توی این قسمت و من میام برای بهینه‌سازی ترافیک ورودی از این الگوها استفاده میکنم. که حالا میگم این الگوها اینجوری نیست که مثلا من بگم حتما نیاز داره که با پایتون یا مثلا با یه مدل سازی خیلی پیچیده. بعضا شاید بگم یه نفر با یه 2 تا فرمول داخل یه اکسل میاد نسبت نمایش به سشن، نسبت SCC و یا هر چیز دیگری رو استفاده میکنه برای اپتیمایز کردن. ولی به هر حال تو این قسمت قرار میگیره. حالا اینکه این تحلیل پیش بینی چقدر عمیقه و چقدر دقیقه بستگی داره به اون دانش و تخصصی که اون فرد تو این قسمت داره. که من حالا شناسایی بهترین پیشنهادات به عنوان تحلیل پیش بینی در نظر گرفتم و در مرحله بعد انجام دادن و حالا ایجاد اون بهترین پیشنهادات بر اساس الگوریتم ها میشه تحلیل تجویزی. من به عنوان مثال توی حالا کمپین های ادورز یا گوگل ادزی که شما مثلا احتمالاً حالا تجربهش داشته باشین، میبینید که خود گوگل یه قسمتی داره به اسم ریکامندیشن که شما بعد از این که حالا اون ریکامندا رو بررسی کردین و مثلا اون ریکامندا همه بر اساس یه سری الگو اومده و ایجاد شده، اون ریکامندو که انجام بدین در واقع اون تحلیل تجویزی اتفاق افتاده و اون اکشن رو از اون تحلیلی که اون انجام داده شما به یه اکشن رسوندین. که حالا من این یه نمونهشو مثال زدم اینجا. ما تو خانومی اومدیم یه بازه زمانی سال گذشته فقط کد تخفیف ژنرال میدادیم، یعنی به این صورت که یه کد تخفیف مبلغی بود که آدما میتونستن روی هر سبدی با هر کالایی استفاده کنن که کاست پر اوردرش برای ما معقول نبود
تو اون بازه زمانی معقول نبود که یعنی حالا تو اون استانداردهای ما نبود، مشابه همون چیزی که تو جدول دیدیم. بعد اومدیم خب برای بهینه‌سازیش اومدیم گفتیم که خب یکی از الگوهایی که توی حالا بهینه‌سازی کدای تخفیف وجود داره بحث کاتگورایز کردن یا اختصاصی کردن کد تخفیفه، که اومدیم کد تخفیف‌های مخصوص مثلا کاتگوری تقویت موجه و ابرو تعریف کردیم به صورت درصدی و کد تخفیف برای ضد آفتاب، که این اختصاصی کردن و تخصصی کردن حالا این کد تخفیفه باعث شد که ما بدون اینکه حالا کاهشی در تعداد مصرف داشته باشیم و حتی افزایش هم داشتیم، نسبت به در کاسپر اوردرمون یک کاهش 30% داشته باشیم و بتونیم این موضوع بهینه کنیم. این کانالی که این قسمت داشتیم. تا اینجا اگر سوالی هست. سوالی نیست؟ خب من توی این 4 مرحله‌ای که حالا تو 3 تا بعد یوزر، پروداکت، هدف از کد تخفیف افزایش بازدید بوده یا فروش، نگاه صرفا من نمیتونم بگم هدف ما اختصاصا معمولا اهداف به این صورت مشخص نمیشن که بگیم برای هر اکشنی فقط یک هدف وجود داره. قطعا که ما هر اکتیویتی که حالا تو چه تو فضای کامرس حالا چه فضای دیگه مثلا تو هر محصولی داریم اهداف متفاوتی میشه داشته باشیم. میتونیم هم افزایش ایمپرشن رو بخوایم، هم افزایش فروش رو داشته باشیم، یعنی اهداف قطعا مختلفن، ولی بحث اینه که اولویت بندی هدفه. ما هدف اولیه‌مون افزایش حالا بازدیده بوده که به دنبال افزایش بازدیده افزایش فروش هم ایجاد میشه، ولی هر دوتا جزء هدف بوده و هر دوتا مانیتور میشده. ولی صرفا چون افزایش بازدیده بالاتر تو فانل بالاتر قرار میگرفته، اول رشد اون اهمیت داشته و بعد از اون حالا رشد فروشی متناسب با هزینه‌ای که داشته. این که در مورد حالا افت ناگهانی یک محصول یا ترند شدن یک محصول جدید داریم میگیم، این صرفا پرسونای مشتری نیست. یعنی ما در مورد ویژگی های آدم هایی که مخاطب ما هستن صحبت نمی کنیم. خب ترند شدن یا خارج شدن از ترند یک محصول یا یک برند بیشتر برمیگرده به این که ما داریم یه آنالیزی رو محصولات انجام میدیم و بیشتر داریم تقاضای بازار رو آنالیز میکنیم. یعنی ما اگر الگوهایی که در بازار، مدل هایی که تونستیم از داده های بازار در بیاریم برای پیش بینی تقاضای بازار درست باشه، قطعا ما این ترند شدن محصول یا خارج شدن از ترند محصول رو در دیتایی که در پروداکت ها داریم شناسایی میکنیم و اینو در قالب اکشن در میاریم. ولی پرسونا نیست، چون پرسونا ویژگی های اون مخاطبیه که ما داریم. حالا ممکنه تقاضای مخاطب اون اگه داره تغییر میکنه به خاطر که تقاضا در بازار داره تغییر میکنه. ممکنه سن اینجا تغییر کرده باشه. من تو فضای ای کامرس اینجوری بگم که قطعاً یه زمانی هست توی بیزینسی مثل مادر و کودک خیلی محدود باشه بازه همراهی مشتریان و مثلا بگیم که از زمان مثلا حالا بارداری تا زمان مثلا بچه مثلا 3-4 ساله است، یه زمان همراهی 4 ساله داره و این تغییر سنه براش سولوشنی دیده نشده. یعنی یه مادری که مثلا شاید بگم بچه‌ش از 5 سالگی مثلا دیگه گذر میکنه، شاید دیگه مشتری اون بیزینس مادر کودک نباشه و اونجا چالشه واقعا این تغییر
پرسوناه ولی در ای کامرس هایی که در تمام حالا محدودهای سنی کالا ارائه میدن و اینجوریه که نیاز رو برای گروه های مختلف تأمین میکنن، این تغییر سنه خیلی ناگهانی اتفاق نمیفته، یعنی قطعا جابجا میشه. یعنی اگر داره گروه سن مثلا 20 تا 25 بعد 5 سال میشه 25 تا 30، یه 15 تا 20 هست که بر اساس سال اون ورودی که اون اکوزیشنی که اون سرویس داشته میاد شیفت میکنه و میاد تو این جایگاه قرار میگیره و اون سنه خیلی اینجا دیده نمیشه، حداقل میتونم بگم، و خیلی برمیگرده به بررسی تقاضای بازار تا اینکه بخوایم در مورد پرسونا ما بررسی انجام بدیم. من حالا یه توضیح دیگه بدم بعد فکر کنم دیگه کامل بتونم پاسخ بدم به این موضوع. اینکه این تغییر سن یا تغییر رفتاره توی حالا یه گروه مشخصه خیلی اینجوریه که خیلی نیاز به بررسی داره، ولی معمولا این اتفاق، حداقل تو فاز ای کامرس میتونم بگم که این اتفاق معمولا در تقاضای بازار اتفاق میفته. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم که قطعا پرسونای تغییر میکنه، چون پرسونا جنسش جنس محصول نیست که مثلا بگیم که رفتار این شکل، رفتار، منظور از رفتار چیه؟ یه زمانی هست مثلا داریم در مورد کالاهایی که خریداری میشه صحبت میکنیم، یه زمان داریم در مورد رفتار حالا طرف نسبت به اینکه خرید آنلاین داره یا خرید آفلاین داره صحبت میکنیم. توی خرید کالاها اگر چالشی از این جنس باشه که بگیم مثلا آدم‌هایی که مثلا توی محدود سنی هستن خریدشون کم شده یا زیاد شده یا این محصول رو دارن بیشتر میخرن، این موضوع از ساید تأمین کالا است یا از ساید بررسی تقاضا و ایجاد تنوع کالا حل میشه و خیلی بر نمیگرده به اینکه من بیام پرسونامو تغییر بدم و کل استراتژی مارکتینگمو بخوام تغییر بدم، چون پرسونا تقریبا بیس کل استراتژیاست و این تغییر دادنش خیلی جالب به نظر نمیرسه، حداقل جایی که داریم تو لاین‌های مختلف استراتژی رو چیدیم. خب من توی حالا همون 4 مرحله‌ای که گفتم، موضوعی که خیلی یعنی مرحله‌ای که خیلی خیلی اهمیتش بالاست و پیچیدگی زیادی داره و احتمال خطای زیادی داره و ممکنه شما اصلا در اون دنیای دیتایی که هستین، در اون داشبوردهای دیتایی که دارین گمراه بشین یا اصلا یه مسیر اشتباهی رو برین که هیچ خروجی نداشته باشه. بحث تحلیل تشخیصیه یا همون تشخیصی که ما میخوایم از اون جداول و از اون داده ها داشته باشیم که یه نتیجه گیری ازش بکنیم. 2 تا موضوع رو من یعنی 2 تا موضوع خیلی مهم رو من اینجا میگم که حالا اینو میشه تعمیم داد توی در مورد هر داشبوردی و در مورد هر بعدی از ای کامرس یا محصولات دیگه. یکی اینکه شما برای اینکه تشخیص بهتری داشته باشین باید متریک های مهم اون داشبورد رو بشناسین. یعنی به عنوان مثال من اگر دارم در مورد مشتریان صحبت میکنم باید بدونم که برای مشتریان چه متریک های اهمیت داره. به عنوان مثال CLV اون اهمیت داره، این مشتریه چه تعداد کالا خریده، ریسنسیش چقدر بوده، فرکانس خریدش به چه صورته، چه متریک هایی برای مشتریان من یعنی از نگاه من برای دیتا مشتریان مهمه. یکی شناخت این متریک ها هست، یکی این که خب الان من 6 تا متریک دارم که هر کدوم داره بالا پایین میشه. خب یعنی ممکنه یک گروه مثلا یک ردیف دیتای من یک متریکش خیلی بالا باشه، یه متریک دیگهش خیلی پایین باشه. خب این که من اصلا الان بیام کدومو چالش کنم، کدوم در مورد کدوم سوال کنم، آیا این که رفته بالا برای من باید سوال باشه یا اونی که مثلا خیلی ریزش داشته باید سوال باشه. اینجا اولویت اهمیت هر کدوم از متریکا، یا بهتر به جای اهمیت بگم اثرگذاری هر یک از متریکا رو باید کاملا بتونیم بشناسیم که این داستان میگم پیچیدگی زیادی داره. حالا بعدا اگه فرصتی باشه میتونیم در موردش صحبت کنیم،
ولی من اینجا یه مثال میارم و در موردش توضیح میدم که بتونیم حداقل این دوتا پارامتر رو توی یه بعد با هم دیگه چک کرده باشیم. متریک‌های مهم در داشبورد ترافیک ای کامرس 4 تا متریک خیلی اهمیت دارن که حالا من تو نمونه جدولی هم که آورده بودم بیانشون کردم. کانورژن ریت، اینگیج سشنی که ما ازشون داریم، کاسپر اوردری که ما به ازای حالا هر چنل یا هر سورس داریم و ککی که تو اینا داریم، یعنی هزینه به ازای جذب مشتری جدیدی که داریم. خب این 4 تا رو ما داریم ولی در مورد اولویتشون الان چیزی نگفتیم. نیا کنین توی فضای ترافیک، حالا همون بحثی که حالا دوستمون هم اشاره کردن، این که حالا من کانورژن ریت سایت رو کجا مثلا میتونم در نظر بگیرم. توی ای کامرس فانل به این صورته که خب ما یه سشن کلی رو داریم، اون بالای فانل یه ویزیتوری داره میاد روی سایت، یه سشن ایجاد میکنه. بعد از این سشن حالا چه از طریق صفحات PLP چه از طریق لندینگ های ما میره روی صفحات پروداکت و یه پیج ویو اونجا داره. بعد از اون در فانل میره اد تو بسکت میکنه حالا کالایی که نیاز داره رو، و بعد از اون این اد تو بسکت حالا مثلا 3 یا 4 تا کالا رو مثلا اد تو بسکت میکنه و بعد یه ترانزکشن اتفاق میفته. تو این مسیر متریک هایی که ما داریم و بررسی میکنیم، هر متریکی که به اون ورود فانل و بالای فانل نزدیکتر باشه اهمیت بیشتری داره. خب دلیلش هم اینه که شما وقتی یه مسیر رو دارین میرین و مثال میزنم مثلا یه جاده یه مسیر رو دارین میرین و مانع‌های مختلفی داره، قطعاً برای اینکه مانع رو از سر راهتون بردارین اول مانع اول رو برمی‌دارین، یعنی اینکه اون مانع مثلا 4 و 5 رو بردارن هیچ تغییری در مسیر شما ایجاد نمی‌کنه. و این مانع ها دقیقاً همین متریک هایی هستن که ما باید بهینه‌شون کنیم و از بالا فانل شروع کنیم بیایم به سمت حالا اون ترانزکشن و اون گل اصلی که ما داریم تا این اتفاق درست بیفته. که من الان به ترتیب حالا اولویت نوشتم، یعنی مثلا طبق فانلی که حالا ما توی ای کامرس داریم سشن متر یک ماست، یعنی ما باید از نظر میزان سشنی که از هر سورس و مدیوم یا از هر چنلی که داره میاد از نظر بهینه بودنش و مناسب بودنش مطمئن بشیم، یا اگر ظرفیت بیشتری داره بریم رو اون موضوع متمرکز بشیم، یا اگر ظرفیتی که داره میاره فیکه یا ترافیکیه که مناسب نیست بیام اونو کاهش بدیم. به هر حال سشن اولین متریکیه که برای ما اهمیت داره چون در بالاترین قسمت فانله. بعد از اون کانورژن ریتی که ما از صفحات لیست کالاها به صفحات محصول داریم که این کانورژن ریت برای ما اهمیت داره، یعنی در مرحله دوم اهمیتمون قرار میگیره و اگر بین تمام کانورژن ریت هایی که حالا در ادامه میگم این تا اینو بهینه نکنیم و اصلاح نکنیم و پارامترهایی که روی این موثر هست اصلاح نکنیم نمیتونیم نگاه و دیدگاه درستی نسبت به بعدیا داشته باشیم، چون به هر حال در فانل این تبدیل زودتر اتفاق میفته. بعد از اون کانورژن ریت صفحات PDP و اد تو بسکته که اینو میتونیم پارامترهایی که روش اثر داره، حالا همونجوری که گفتم به عنوان مثال محتوای صفحه کالا یا کامنتی که اونجا باید باشه یا هر موضوع دیگه‌ای که حالا اونجا نیازه باشه میتونه باید بررسی بشه و بهینه بشه. بعد از اون اد تو بسکت به حالا فروش کالا ریتش باید بررسی بشه و بعد از اون چون دیگه مرحله ترانزکشن و انجام شدنشه کاسپر اوردر و ککی که ما داریم میاد بررسی میشه. ولی اگر ما این اولویت رو رعایت نکنیم و مستقیم بیایم مثلا متریک سوم یا متریک چهارم رو بیایم مثلا آنالیز کنیم و دیتاشو بررسی کنیم و یه سری سوال برای خودمون بچینیم و جواب بدیم اون سوالا، قطعا خطا زیاده و به اکشن درستی نمیرسیم. چرا؟ چون ما یه سری مانعی که بالاتر از این بوده رو اصلا برطرف نکردیم، اپتیمایز نکردیم و الان یه سری دیتای ناقص رو داریم بهینه میکنیم، یعنی ممکنه دوباره باید برگردیم از صفر و این مسیر رو مجدد هموارش کنیم. اینم الزامی نداره که یعنی شما هر سری بگم که مثلا اگر میخوایم بهینه سازی کنین جرنی مشتری بیاین این کارو انجام بدین، نه، فقط باید اینو بهش توجه کنین که اگر داریم داشبوردی برای مانیتورینگ جرنی مشتری تهیه میکنین یا داریم فانل حالا چه فانل بسته چه فانل بازی رو داریم مثلا توی داشبوردها ویژوال میکنین، اینو در نظر بگیرین که اونی که به حالا به ابتدای فانل نزدیکتره اولویت بیشتری داره
برای اینکه شما بخوام بهینه‌اش کنین یا حداکثر ظرفیت رو در اون شناسایی کنین و داشته باشین. نمونهش هم حالا این دیتا رو من نسبت به کانال‌های مختلفی که توی خانمی حالا توی باز زمانی هستن آوردم که به عنوان مثال نرخ تبدیل PLP PDP توی کانال‌های مختلفش مثلا توی بازه مثلا 1.7 بوده، یه سری 1 بوده، یه سری 2.76 بوده و اون دو تا ستون بعدی کانورژن ریت آیتم اد تو کارت به پرچس آوردم که این عددم مثلا برای هر کدوم از کانال‌ها یه مقداری داشته. ولی نگاه کنید تا ما ستون 2 رو نیایم مثلا اپتیمایزش نکنیم، رفتن سراغ اون ستون بعدیه خیلی نتیجه درستی نمیتونه به ما بده. چرا؟ چون ما با یه دیتای ناقصی داریم اونو بهینه میکنیم و الزاما نمیتونیم نتیجه‌گیری 100% و درستی داشته باشیم. اینم از این قسمت. اگر سوالی چیزی هست بگید، اگر نیست من یه جنبندی مجدد بکنم و بحث رو تمومش کنم. خب سوالی نیست. من خب اگر سوالی نیست من جمع‌بندی میکنم و در بحث ترافیک هم مدل سازی انجام میشه. این مربوط به آیتی یا سئو نیست. من متوجه سوالتون نشدم. یعنی چی در بحث ترافیک هم مدل سازی انجام میشه؟ اگه بتونی حالا یه مثال بزنین شاید دقیق‌تر متوجه بشه. در مورد ترافیک هم از این جهتی که ما کاربر و فروش کالاها را خیلی دقیق مثلا میتونیم مدل سازی کنیم، ما ترافیک هم میتونیم مدل سازی کنیم. قطعا که این اتفاق میفته، ولی به این صورت که شما هر چنلی متناسب با ویژگی هایی که داره و استراکچری که شما برای چنلاتون در نظر داریم. به عنوان مثال میگم شما میگیم من یه سری اون مدیا دارم، یه سری پید مدیا دارم، مثلا برندینگ مدیا دارم. بعد میایم برای هر کدوم از اینا یه سری ویژگی تعریف میکنین دیگه. مثلا از برندینگ مدیا KPI که براش در نظر دارین اورنس، پید مدیا رو میایم بر اساس متریکای مثلا کاست پر اوردر رو کک میسنجین، اون مدیاتونم حالا بر اساس اون فروشی که براتون ایجاد میکنن نسبت به حالا به اون ایمپرشن و ریچی که ایجاد میکنن میسنجین. حالا هر کدوم از اینا قابلیت الگو داشتن و مدل داشتن رو دارن. خب به عنوان مثال اصلا شاید بخوام خیلی کلی بگم اینه که تو فضای مثلا اون چنل ها، تو فضای مثلا سوشال مدیا
مدلی که وجود داره اینه که شما اگر روی یک کاتگوری محتوایی به عنوان مثلا میگیم روی کالاهایی که مثلا پرفروش هستن این اکشن رو مثلا تخفیف مثلا بدم یا مثلا ووچر و کد تخفیف اگریسیو بدم، این اتفاق میفته و این اتفاق مثلا نتیجهش مثلا یه ترافیکیه که از این چنل داره ایجاد میشه. یا توی بحث سئویی و ورودی که مثلا شما از ارگانیک داری، میگی من توی کوئری های نام برنددی که دارم روی این صفحات کار میکنم که این صفحات که ورودی خوبی دارن از نظر مثلا تجربه کاربری مثلا محتوای کاملی داشته باشن، کامنت داشته باشن و بتونم مثلا اون فرده رو مثلا تجربه خوبی براش ایجاد کنم. قطعا که الگوهایی در قسمت ترافیک هم وجود داره متناسب با چنل ها، ولی میگم مدل بررسیش و مدل آنالیزش بستگی حالا به اون کسی داره که حالا تجربه اون چنل رو داره و اینجوری بگم که تشخیص بهتری در اون ترافیک داره. ولی در تمام ابعاد، چه ترافیک، چه یوزر، چه پروداکت، این دیتای قابلیت مدل شدن و داشتن الگو رو داره و الزاما جدا نیست از بقیه. خب من یه جنبندی بکنم. این که ما به طور کلی اومدیم مسیر مناسب برای بررسی داده ها، یعنی من گفتم شما حالا هر اسکیلی که دارین، چه تو زبان برنامه‌نویسی پایتون مهارت دارین، چه اسکیول کار میکنین، چه حالا با ابزارهای ویژوال، متابیس، سوپرست یا ابزارهای مختلف، لوکر استودیو، هر ابزار ویژوالی دارین کار میکنین، برای اینکه بتونین به یه تحلیل مناسب و تحلیلی برسین که از تو دلش یه اکشنی در بیاد که اون اکشنه قابلیت اثرگذاری بر اساس اون داده ها رو داشته باشه، یه مسیر مناسب باید داشته باشین که مسیر 4 مرحله رو براش تعریف کردیم که 4 مرحله در واقع 4 تا سوال بود که چه اتفاقی داره میفته، چرا این اتفاق داره میفته، با توجه به این اتفاقات چی میشه یا همون الگو و الگوریتم چیه و من چه کاری باید انجام بدم. این 4 مرحله در واقع مسیر مناسبیه که شما میتونین، حالا میگم با هر یک از ابزارها و با هر یک از مدل هایی که دارین این کار رو انجام میدین، میتونین برسین به اون اکشنی که از داده ها تونستین برداشت کنین. که حالا هر کدومش جزئیات داشت. به عنوان مثال توی تشخیصی گفتیم که میتونین سوالاتی رو طراحی کنین و پاسخ به اون سوالات میشه تحلیل تشخیصی. بر اساس پاسخ به سوالات یه سری الگوها و الگوریتم هایی رو در میارین که اونا میشه تحلیل پیش بینیتون و بر اساس اون الگوها و الگوریتم ها یه سری اکشنی رو در میارین که اثرگذار روی اون داده هایی که اون تو داشبورد ها داریم. قسمت دومی که اومدیم در موردش صحبت کردیم، گفتیم خب این مسیر چارتایی رو در ای-کامرس اگه بخوایم بررسی کنیم، برای اینکه پیچیدگی زیاد، برای اینکه بتونیم یکم شفافترش کنیم، توی توی ابعاد مختلفی میایم اینو تعریف میکنیم که من اومدم در مورد یوزر یا اصلا کاستومرها، در مورد ترافیک و در مورد پروداکت اومدم بیانش کردم و حالا نمونه‌اشو گفتیم که حالا میگم هر کدومش داستان مفصل خودشو داره. یعنی در مورد پروداکت ما مثلا مدلی که پروداکت رو کاتگورایز میکنیم، کاتگوری ها، برند ها، صفحات PLP، PDP، خود PLP ها چند تایپ مختلف دارن و متریک های مختلف برای اون که حالا میگم در این جلسه نمیگنجه که بخوام در موردش صحبت کنیم، ولی اومدم توی این سه تا ابعاد تقسیمش کردیم و مثال ها رو آوردیم به صورت جداگانه گفتیم. بعدش اومدیم به این اشاره کردیم که ما اگر بخوایم تشخیص درستی داشته باشیم باید مهمترین متریک ها رو بشناسیم که مثالی هم که زدیم در مورد متریک های ترافیکی بود که اومدیم گفتیم خب این متریک های ترافیکی رو برای اینکه بتونیم ازشون استفاده کنیم باید اولویت بندی داشته باشن. یعنی ما نمیتونیم بریم سراغ اون متریکی که ته فانل مثلا بهینش کنیم بعد بگیم که چرا اتفاقی نیفتاد. قطعا باید مسیر رو از بالای فانل شروع کنیم بهینه کردن و در نهایت به اون متریک نهایی برسیم. و این تشخیص اولویت هم که گفتم در ترافیک بر اساس فانل اتفاق میفته. حالا تو مدل‌های دیگه بر اساس یه سری معیارهای دیگه‌ای داره. برای تحلیل داده‌های کاربران و پرسونا از چه نرم افزارهایی استفاده کردیم؟ ما برای تحلیل
دادای کاربران و پرسونا، ولی تحلیل دادای کاربران رو بیشتر با گروه بندی و سگمنتیشنشون حالا از طریق پایتون و مدل های حالا الگوریتم هایی که مدل سازی که انجام شده این کار رو انجام دادیم، ولی محدود به این نیست. یعنی شما با یه اکسل هم و یه سری متریکی که از مشتریان داشته باشیم میتونی این گروه بندیه رو انجام بدی. حالا با هر متدی میخوای مثلا بر اساس RFM مثلا بیای سگمنتیشن کنی این کاربرا رو، یا بر اساس هر متد دیگه، مثلا توی کاتگوری آرشی پیداشی بخوام بر اساس رفتار خریدشون، بر اساس اکسپرت بودنشون یا نبودنشون میتونی مدل کنی. یعنی صرفا اون ابزاره خیلی این وسط مطرح نیست، ولی حالا توی کامرس توی اسکیل بزرگ بیشتر از طریق حالا تو خانمی میتونم بگم از طریق پایتون این کار انجام میده. سوال دیگه ای نیست. من تقریبا موضوعی که حالا ارائه‌ام تموم شده، حالا اگر سوالی باشه. در مورد بیزینس ها کلا ترجیح میدم حالا تو این جلسه چون موضوعیتش خیلی این موضوع نیست حالا نظری ندم، ولی خب میتونم بعداً حالا توی فضای دیگه پاسخ بدم این سوال. کانال تلگرامی که نیست، حالا من کانال تلگرام شخصی ندارم، ولی از طریق لینکدین حالا امکان اینه که ارتباط داشته باشیم وجود داره. فایل رو از طریق حالا دوستان توی مجموعه هدف فکر کنم قابل دستی بهش باشه که حالا از طریق حالا سوشال مدیا اعلام میکنن. خیلی هم عالی. خیلی ممنون که حالا زمان گذاشتین و حالا این ساعت رو تونستیم مثلا با هم باشیم و من توضیح بدم خدمتتون. امیدوارم که حالا تو وبینارهای بعدی یا اصلا حالا اگر فرصتی باشه بتونیم خیلی دقیق‌تر و جزئی‌تر در مورد حالا مدل‌های مختلف توی دیتایی که حالا توی فضای ای کامرس ها هستن صحبت کنیم و حتی بتونیم نمونه‌ای از داشبوردها رو بسازیم یا اصلا پیچیدگی هایی که حالا در موردش فقط من اشاره کردم و دقیق‌تر اون بیان کنیم حالا توی فرصت‌های بعدی. خیلی ممنون. امیدوارم که شب خوبی داشته باشین. شما هم خسته نباشین. خدا نگهدارت.